بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری صحبت میکنم. بله بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جواد هستم از ایران. بفرمایید. در مورد دو تا کلیپی که پخش کردیم، تناقضات علی پرستان و نماز علی رضی الله تعالی عنه، اگر مطلبی دارید بفرمایید. بله. آقای انصاری، شما این نماز اهل سنت رو که میگید به این صورت، عمر بن خطاب با اینکه میدونست در زمان رسول الله مسلمین دستباز نماز میخوندن، ولی عمدن اومد این حرف رو زد که دستبسته نماز بخونن، چون مجوس یعنی ایرانیان رو دیده بود که دستبسته نماز میخونن، گفت به احتمام بیشتر نه این دروغه، این دروغه. دروغه. یعنی شما میفرمایید دروغ بوده تو رسانه ها؟ همین مطلبه که شما میفرمایید دروغه. آها بله. مطلب بعدی. حالا آیا انصاری یه سوال دیگه داشتم. در مورد کلیپ های ما صحبت نکردید آقا جواد بزرگوار. بله چشم. فقط اجازه بدید. در نامه 52 نهج البلاغه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه 5 وقت نماز رو تعیین میکنن. نماز صبح رو در این وقت بخوانید، ظهر رو در این وقت بخوانید، عصر رو در این وقت بخوانید، مغرب رو در این وقت، و علائم ظاهری رو بیان میکنن که بله. شما چرا نماز رو در 3 وقت میخونید؟ به حال علمای تشیع خلاصه مساجدشون 3 وقت میخونن و اینا، ما تا حالا ندیدیم. شما شیعه علی هستید یا شیعه علما؟ شیعه علی هستید یا شیعه علما؟ ما خب شیعه هستیم دیگه. شیعه کی هستید؟ شیعه علی بن ابی طالب هستیم، با افتخار هم میگیم که شیعه. خب علی بن ابی طالب در این کتاب، در این نهج البلاغه در نامه 52 به شما میگه که نمازتون رو 5 وقت بخونید. شما میفرمایید علمای شیعه در مساجدشون 3 وقت میخونن. خب علمای شیعه در مقابل حضرت علی حق اجتهاد ندارن؟ اینجا نص صریح از حضرت علی در نامه 52 نهج البلاغه اومده. پس شما نگید شیعه علی هستیم، بگید شیعه علمای تشیع هستیم. آقای انصاری، بعد یه سوال سیاسی از شخص شما داشتم. شما که به قول خودتون تبلیغ دین میکنید، آقای جواد برادر عزیز بزرگوار، کشور انگلیس که دشمن قسم خورده اسلام. آقای محترم، آقا جواد، کی گفته ما در انگلیس هستیم؟ کی گفته ما در انگلیس هستیم؟ خود انگلستان هست دیگه آقای انصاری. این شماره اینترنتی است. از شروع برنامه احمد جان چند تا شماره عوض کردیم تا الان؟ 3 تا شماره عوض کردیم از دست این اطلاعاتی های شما. هر شماره ای که اعلان میشه نیم ساعت بعد میبندنش تا کسی به ما زنگ نزنه. ما مجبوریم تلفن اینترنتی استفاده کنیم. از کدوم کشور تماس الان استودیو شما کدوم کشور؟ ما بدونیم با کجا طرف. خب این به شما ربطی نداره که در کدوم کشوره، منتها در انگلیس نیست. یک موضوع دیگه آقای محترم، هر حرفی هر شخصی که از انگلیس بیاد، از اروپا بیاد بده، خوب نیست. ولی ما معتقدیم، ما حالا شیعه ها در ایران از انگلیس خیلی زخم خوردیم. فرانسه چی؟ فرانسه چی؟ هم که با اون روزنامه شارلی ابدو به اسلام توهین کرد. شما چطور میگید که خب آقای محترم خمینی آقای محترم، آقا جواد جان برادر، یک کمی عقل منطقتون رو به کار بندازید. امام خمینی شما بنیانگذار جمهوری اسلامی از پاریس، از فرانسه، از طریق یک هواپیمای ایر فرانس، از طریق یک هواپیمایی فرانسه به ایران اومد. بله درسته. خب چه اشکالی داریم؟ ولی آقای انصاری، الان روزنامه شارلی ابدو پاریس به پیامبر توهین کرده. ما مسلمین چطور بایستی اجازه بدیم مثلا اهل سنت جوابشو دادن. اهل سنت جوابشو دادن. 2 تا از جوانان قهرمان اهل سنت رفتن به خاک و خون کشیدن، دفترشون رو 12 نفرشون رو کشتن. شما چیکار کردید؟ داعشی ها که حمله کردن 12 نفر از اونها کشتن. منظورتون داعشی ها نبودن، مسلمانان غیور بودن. شما این بدبختی است که هر کسی که بر علیه کفار، بر علیه آمریکا کار بکنه میگید داعشی هستن.
خب پس خودت شما که وهابی داعشی هستید انشالله. خب چرا حمایت میکنین از اینها؟ الان داعش از کی حمایت کرد؟ شما الان میگی اهل سنت. آقا جواد شما یعنی بزرگوار، داعش رو اهل سنت. آقا جواد تشکر داده. میکنم. آقا جواد تشکر. آقای انصاری اجازه بدید. بعد اینکه آقای انصاری شما آقای جواد به امامت توهین میکنید، به ولایت، به امام خامنه‌ای، امام خمینی توهین میکنید به کرات. بعد میگید که ما تفریقه نمیاندازیم و فلان و به این صورت. شما آقای محترم، آقای محترم، آقای محترم، به کرات به مسئله ولایت، حضرت ولیعصر بقیت الله العظم توهین میکنید. آقا جواد، آقا جواد، آقا جواد، آقا جواد برادر عزیز، نظرتون در مورد کسی که به مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، به همسر پیامبرمون بگه که مانند خوک و سگ نجس هست، نظرتون در مورد این شخص چیه؟ ببینید آقای انصاری، منظورتون کتاب کشف الاسرار امام خمینی، کتاب طهاره خمینی است؟ بله بله بله. اجازه بدید قبلش من یه موضوع بگم که آقا جواد اینجا ببینید، آقا جواد تحلیل زبیر رو بذارید در اینجا. من خواهش میکنم از شما، حضرت علی رو من الان نشون دادم که ایشون میگه که اخواننا بقوا علینا در مورد جنگ جمل. بله بله. خمینی میگه که اینا برادران ما بودن که بغاوت کردن، الان دیگه باقی هستن علیه ما. برادران ما بودن، بله بودن برادران ما. نگفته کانو اخواننا، گفته اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردن، فنصرنا علیهم، بر آنها پیروز شدیم. بله سوال من اینه، سوال من اینه آقای محترم، شما کافی، خب اینم الان شما زیر سوال ببرید، چرا اون یکی رو قبول نمی‌کنید؟ آقا جواد، متونی که تو اصول آقا جواد، کسی که به همسر پیامبرتون شما در مورد خمینی غیرت دارید، در مورد خمینی غیرت دارید، بدتون میاد که کسی به ایشون توهین بکنه، در حالی که ما توهین نکردیم، نه بهش سگ گفتیم، نه بهش خوک گفتیم، نه بهش خرس گفتیم، نه بهش الاغ گفتیم. در کتاب‌های شما به عزت علی الاغ میگن، به عزت عایشه نجستر از سگ و خوک میگن. شما در مورد ناموس پیامبرتون غیرت نمی کنید، در مورد خمینی که این توهین رو به همسر پیامبر کرده این همه غیرت نشون میدید. بله آقای انصاری، من حالا به شخصا برای نوامیس پیامبر احترام فوق‌العاده‌ای قائلم. حالا این چه احترامیه؟ شما یک نمونه، آقا جواد، یک نمونه از توهین ما به خمینی بگید که ما چی گفتیم به خمینی. شما کلیپ پخش می‌کنید از امام خامنه‌ای، از اون چی گفتیم بهش؟ چی گفتیم؟ چی گفتیم؟ ما چیزی گفتیم؟ ما چیزی گفتیم؟ خب که پخش می‌کنید یعنی یک توهین، می‌خندید پشتش فلان، بیاندهاتون نظر میدن به امام خامنه‌ای توهین میشه. چی گفتیم به خامنه‌ای؟ یک نمونهشو بگید. آقا ما به خامنه‌ای ما چی گفتیم؟ ما چی گفتیم؟ شما گفتید اینهایی که شما عظما میدونه زیر پای ما هستن، خود شخص شما. بله میگم کسی که الانم میگم ما که تقیه نداریم، ما درویی نداریم که از یک طرف شعار وحدت سر بدیم، از یک طرف بیایم بگیم که نه ما فلان است و این است و این عقیده ماست. نه، ما درویی و نفاق نداریم، هر چه داریم در دل ما در زبان ما هست میگیم. هر کسی که به ناموس محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم توهین میکنه، هر کسی که توهین میکنه، عظما هست، صغرا هست، وسطا هست، هر چه هست، در زیر پای من و همه اهل سنت هست. هر کسی که میخواد باشه، این عقیده منه، من با کسی رو درواسی ندارم. هر کسی که توهین میکنه، شما باید یا قبول بکنید که خمینی توهین کرده یا نکرده. اگر توهین نکرده پس نگید که توهین کردی بهش. اگر توهین کرده، خمینی و بالاتر از خمینی و پایینتر از خمینی، از الف تا یا همه علمای شما هر کدومش که به ناموس محمد مصطفی توهین کرده زیر پای من هست، زیر پای من هست. این رو به همه جهانیان میگم، هر کسی که میخواد باشه. بله آیا انصاری، در مورد چیز با یمن، جنگ عربستان با یمن، شما بارها حمایت کردید در حالی که میدونید عربستان تو هنوزم حمایت میکنیم داره. هنوزم حمایت میکنیم، از عربستان سعودی حمایت کردید، هنوزم حمایت میکنیم. ما از
جنگ میکنه، خلاف ماهای حرام. آخ بمیرم الهی، بمیرم الهی، شما چقدر فرشته اید، شما چقدر پاکید به خدا. این 4 سال ماهای حرام در سوریه نبود؟ این 4 سال ماه حرام نبود در سوریه که ملت سوریه رو به خاک و خون کشیدید؟ 4 سال ماه حرام نبود که در عراق ملت مسلمان عراق رو به خاک و خون کشیدید؟ 4 سال ما بیش از 14-15 سال ماه حرام نبود که با آمریکا کمک کردید که افغانستان رو به خاک و خون کشیدید؟ 8 سال دفاع منجستون بر علیه عراق و ملت عراق نبود که ملت عراق رو به خاک و خون کشید به خاطر خودخواهی خمینی؟ عجب، شما از ماهای حرام صحبت میکنید؟ سبحان الله، چقدر شما آدمای خوبی هستید به خدا. حالا ما یا صحبت میکنیم یا نه، اینو قبول داری که عربستان سعودی تو ماه حرام خلاف قرآن کریم داره علیه یک ملت مسلمان، حالا چه شیعه چه سنی داره میجنگه؟ حتی در ماهای عرب، حتی در ماهای حرام قرآن میگه فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. شما از قرآن بیخبرید، اتون خامنه ایتون از قرآن بیخبره. همین خامنه ای این حرفی که شما میزنید، من توهین نمی کنم. این حرفی که شما دارید میزنید، این حرفی که شما دارید میزنید حرف آقای خامنه ای است. من اینجا کلیپش هم دارم، یک لحظه من کلیپشو نشون بدم. این حرف شما نیست، حرف خامنه ای است که در سخنرانی اخیرش گفت که چیز است در اینجا در ماهای حرام. من تعجب میکنم اینا سبحان الله، خامنه ای میاد در مورد ماهای حرام صحبت میکنه. ملت عراق رو به خاک و خون کشیدید، این ماه حرام نبود؟ در سوریه این همه دارید جنایت میکنید، سپاه پاسداران شما، این ماه حرام نبود؟ یعنی در سوریه ماه حرام نیست، فقط در یمن ماه حرام هست؟ ثانیاً حوثی‌ها بنابر تحریک ایران بر علیه مصالح مسلمین به حرمین شریفین در یمن حرکت کردن و خدا خیرشون بده که اینها رو سر جای خودشون نشوندن. من انشالله این کلیپ خمینی رو پخش خواهم کرد. تشکر از شما. مطلب دیگری هم دارید؟ بله. آقای انصاری بفرمایید. صدای من میاد آقای انصاری؟ بله صدا شما دارید. بله. ما تو کلیپاتون آقای انصاری همه مسلمانان رو تشویق میکنیم که برن به زیارت حرمین شریفین. این خیلی خوب هست. ولی این که میاد تو کلیپاتون پخش میکنین که از عتبات عالیات بر حذر باشند و اینها، این آیا خب این شرکه؟ اهل بیت نیست؟ آیا رسول این شرکه؟ ثقلین نگفت انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی؟ خب شما چطور بس این الان اهل بیت رو زیارت قبور اونها رو هی کلیپ پخش میکنید که مثلا در روز عاشورا اونا قمه میزنن فلان میکنن، هی اونا رو زیر سوال میبرید؟ عزیزم زیارت قبور رو ما زیر سوال نمیبریم، ما پرستش قبور رو زیر سوال میبریم برادر عزیز. نه همچین چیزی نیستش، پرستش قبور در کار نیست. آیه سوره نور هست میفرمایند که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو والآصال. خب این آیه آیا این چه ربطی داره؟ حرم امامان بزرگوار نیست که این چه ربطی داره به به گنبد و بارگاه ساختن در قبرها؟ اجازه بدید آقای انصاری. تشکر میکنم برادر عزیز. شما هی از این شاخه به این شاخه میپرید، مطالب جدید بیان میکنید. ببینید ما بارها گفتیم، بازم میگیم، زیارت قبور عبادت هست، سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. توسل عبادت هست، امر قرآن هست، وابتغوا الیه الوسیله. اما شما زیارت قبر نمی کنید، شما در اونجا میرید عبادت قبر میکنید. اون گنبد و بارگاه و این دم و دستگاهی که ساختید این مخالف دین هست. شما اون وسیله شرعی و جایزی که در اسلام هست اون رو استفاده نمی کنید. شما ندای غیر الله دارید به نام توسل. یک کمی این مصطلحات رو انشالله بیشتر در موردش فکر بکنید.